عزیز من، اگر این تقوا امروز در وجود من و تو می بود، اگر این تقوا در وجود جوان من و تو می بود، اگر این پرهیزگاری و خداشناسی و خدا ترسی را من و تو می داشتیم، آیا قرآن من و تو را آتش می زدن؟ این قرآنی که برای نجات من و تو آمده، این قرآنی که برای نجات من و تو آمده، این قرآنی که زندگی میبخشد، خبر نداری که در همین هفته این قرآن من تو رو آتش زدن؟ چه کردی؟ چه عکس العمل نشان دادی؟ چند بار به صفحات تیک تاک و صفحات فیسبوک رفتیم و گفتیم ما توبه میکنیم، برمیگردیم به سمت خدا میرویم، دیگر گناه نمیکنیم، دیگر این فجایع را انجام نمیدیم. چند بار امروز ما از مسیر حق منحرف شدیم، ما راه خدا را ترک کردیم، تقوای الهی در وجود ما نیست. قرآن چه گناه دارد که آتش زده شود؟ این کلام پروردگار ما گناهش چی است؟ و قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. از این درس نداری که روز قیامت رسول معظم اسلام بیاید و صدا بزند ای الله این امت من قرآن را ترک کردن؟ و قرآن که کلام رب است، گناهش چیست که باید به آتش سوزانیده بشود؟ جز از غفلت ما انگشت کفار سر نبض جوان گذاشته شده که جوان امت پیامبر مثل عمر مختار زنده است. عمر مختار، من گفتم که اون میگفت روز خواهد شد ای انگلیس، ای بریتانیا، ای ایتالیا، روز خواهد شد که امت پیامبر جوانان شما در برابر شما استاد میشوند و شما را به جهنم وصل میسازند. اما امروز قرآن را آتش میزند. این از کجاست؟ از ماست که بخواست. ما این راه ها را باز کردیم، ما محبت نکردیم به قرآن، ما عمل نکردیم به قرآن، ما دور خوابیدیم از قرآن، ما نخواندیم قرآن، ما با چشم خود نمالیدیم که امروز به آتش مالیده می شود. این کلام رب ما در حالی که نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در کره زمین است. چه کردیم؟ از این شعار تو خالی چی میبراید که ما برویم فقط شعار بدیم؟ از این شعار چیز ساخته نیست. عزیز من، قرآن عمل میخواهد، قرآن پیروی میخواهد، قرآن میخواهد در بگرد شرق بزنی، قرآن میخواهد به سینه‌ات بمانی. از اینجا بیرون شدی برو به سمت قرآن، بگیر بگو ای کلام رب، ای کلام پروردگار من. امروز خالد نیست، امروز عمر نیست، امروز عثمان نیست، امروز علی نیست، امروز اصحاب پیامبر نیستن که تو را آتش میزنن. از من چیز ساختن نیست، ایمان من ضعیف شده است. دیگه هیچ راهی نیست عزیز من، دیگه هیچ راهی نداره. پس اگر میخوای مثل یوسف باشی، عهد محکم به الله ببند، تعهد محکم به الله ببند، گریه کن، از خدا بخوا که خدایا به من قوت و ایمان نصیب بگردان، شجاعت به من نصیب بگردان. یک کسی بیاید در ملای عام ویدیو بگذارد، کل دنیا هم مسلمان ببیند، خواهری که در تیک تاک مسلمان است با اون لباس برهنه و با اون اشوه‌گری هایی که دارد، مگر نمیبیند که به قرآن آتش زده میشود؟ مگر جوان نمیبیند که به قرآن آتش زده میشود؟ هر روز 1000 لعنت نثار علما میکنند، مگر مردن کورن که امروز به قرآن آتش زده میشود؟ از ما صدایی بر نمی آید. 56 کشور اسلامی داریم. اگر اینها انسجام می داشتن، اگر به معنای واقعی بندگی می داشتن، اگر به معنای واقعی امت بودن را می دانستن، چه اتفاقی می افتاد؟ این سخن مفت نیست. بیاندیش قرآن را کسی برود آتش بزند، نام الله را آتش بزند، برنامه زندگیت را، قانون تو را، اون که وعده جنت به تو میدهد آتش میزند. پس پیامی که قرآن به تو دارد و پیامی که از این داستان به تو دارم عزیز من، اون این است که از ته دل یک خواهش از تو دارد، یک خواهش از تو دارد، ولی الان قلبت سوز دارد، الان چشمت اشک دارد. هنوز من میدانم دل تو درد دارد. شاید اون انسان به دست تو بیاید تکه و پارچه اش بکنی، اما این را بدانی قرآن این را هم از تو نمیخواهد. قرآن فقط از تو میخواهد که
به اون عمل بکنی، به اون عمل بکنی. من بار گفتم که از موسیقی دست بکش، از تابلت دست بکش، از پابجی و لدو دست بکش، از معصیت و نافرمانی خدا دست بکش و به قرآن تعهد ببند که بعد از این من میخواهم که تو را محب خود قرار بدهم، تو را هم نشین و همدم خود قرار بدهم. من با تو زندگی میکنم. چه زیبا زندگی با قرآن، چه زیبا اون چشمایی که هر روز به صفحات قرآن نگاه میکنن، چه زیبا از اون سینه‌ای که هر روز قرآن به اونجا گذاشته میشود، چه زیبا از اون زندگی که هر روز به اونجا قرآن تلاوت میشود. پس عزیز دل من، بیایید که بیدار بشیم. از ضعف ماست که دشمن قوی شد، از ناتوانی ماست که دشمن قوی شد، از کم شجاعتی ماست که دشمن قوی شد، از عمل نکردن ماست که دشمن قوی شد و الا دشمن این جرأت را نمیکرد. شما چند مرتبه قرآن را آتش زدن؟ چند مرتبه؟ ولی هیچ کار نکردیم. باز با جرأت این کار را میکنن، باز میکنن تا زمانی که جوان بر نگردن، تا زمانی که جوان تعهد به الله نبندد، تا زمانی که جوان با صدق دل مثل یوسف فرار از گناه نکند. عزیز من، هیچ درد را این شعارها درمان نمی کند. این را بدانید. تظاهرات مشکل را حل نمی کند. چیزی که قرآن از من و تو میخواهد او استقامت است. وقتی استقامت جوان به دین دیده شد، به خدا قسم اگر تو دست بر نداری، کفار در داخل خانه خودش آرام نمیماند. چون وقتی ایمان در سینه تو باشد، کسی را از انگلستان میفرستد که برو به مصر ببین که جوانان به چه حال هستند، ببین که مردم به چه حال هستند. یک جاسوس انگلیسی را میفرستد. اون جاسوس میآید، وقتی میآید در یکی از نمازهای صبح در مسجد بزرگ مصر داخل می شود، می بیند آنقدر انبوه بزرگ، آنقدر تجمع بزرگ، آنقدر جوانان در صفها استاده هستند که در مسجد جای برای استاد شدن نیست و در اون داخل محراب خوانده می شود تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. در مذهب شافعی آمین را بلند میگویند. وقتی ولضالین میگویند چنان آمین بلند از این مسجد سر میزند که این جوان جاسوس انگلیس پشتش میلرزد، تکان میخورد، سراسیمه میشود، فرار میکند از داخل مسجد که چه اتفاق افتاد. میرود به انگلیس میگوید امکان ندارد. جوان بیدار است. امروز شبها 12 ساعت و 11 ساعت خواب میکنیم در داخل مسجد، 5 تا موی سفید نماز میخوانیم. جوان کجا هستی؟ وقتی مولا میگه پابجی بازی نکن 100 تا لعنت برش میفرستی. وقتی جوان عالم میگه سیگرت استفاده نکن 100 تا لعنت برش میفرستی. ولی ما کجا هستیم؟ عزیز دل من، به خدا من به حال جوانان امروز خیلی دل دردم. هر کسی هر چی میگوید بگوید، اما این را بدانید تا یک قطره خون در بدن من و امثال من که دعوتگران هستند دست ما به دامن جوان هست. جوان من نمیگذارم تو به آتش جهنم بسوزی. پس عزیز دل من، بیا بیدار شو، بیا به الله پشت نکنیم. این محبوب، این نازنین، این مهربان یوسف که از قعر چاه بیرونش میکنن، عزیز مصرش میکنن. من و تو هم یوسف زمانیم، کمز یوسف نیستی ای قدردان، کمز یوسف نیستی ای قدردان عافیت بیدل میگوید. تو کمز یوسف نیستی اگر تو قدر بدانی، اگر ارزش خود را بدانی. پس انشاءالله پیام من عزیزان من، جوانان من این است که به سمت قرآن بیاییم. اگر قرآن یاد نداریم، بریم شروع کنیم این کلام الله را بخوانیم، با چشم پر از اشک بخوانیم. وقتی به قرآن نگاه میکنیم، به خدا قسم خود من وقتی به قرآن نگاه میکنم اشک بر چشمان من جاری میشود که ای کلام خدا، من به تو چه کردم؟ امروز تو را آتش میزنه، من زنده ام. امروز جوان زنده است، قرآنش آتش زده میشود. از دست ما هیچ ساخته نیست. بیاییم به سمت الله برگردیم، بیاییم به قرآن عهد ببندیم. اول شروع کنیم به خواندن قرآن، یادش بگیریم. برویم در جماعت التبلیغ، برویم در حلقه های ذکر،
و تعهد ببندین به الله. هر چقدر ایمانتون بیشتر و بیشتر شد، هر قدر محبتتون به الله نزدیکتر شد و به الله قریب شدین، روز خواهد شد که دیگر الله میگوید من چشم بنده ام میشوم که با من میبیند، من دست بنده ام میشوم که با من میگیرد، من پای بنده میشوم که با من میرود. حدیث بخاری است. پس انشاءالله خاص من همی است، از شما تعهد میگیرم انشاءالله به سمت قرآن برمیگردیم، با کلام رب خود ما. اگر تا امروز جنگی بودیم آشتی میکنیم، اگر تا امروز با کلام رب ما توهین شده بعد از این نمیگذاریم. فقط از عمل من و تو، از تقوا و گریه من و تو هست، از خدا ترسی من و تو هست، از ترک گناه من و تو هست. فقط در صفحات، در هر جایی که هستی عزیز من، از قرآن کلام رب دفاع بکن، برو نصیحت بکن. خواهرهای در صفحات تیک تاک است که میتوانی نصیحتش بکنی و دست از گناه بردارد.